قاره جنوبگان، جنوبی ترین قاره زمین، به خاطر آب و هوای خیلی سرد، زمین‌های سخت و دست نخورده بودنش معروفه. اینجا یکی از آخرین جاهایی توی زمینه که هنوز خیلی چیزاش کشف نشده. از فسیل‌های باستانی گرفته تا ساختارهای عجیب، این قاره کم کم داره رازها و تاریخ خودش رو نشون میده. در ادامه 10 تا از شگفت‌انگیزترین کشفیاتی که توی جنوبگان انجام شده رو معرفی می‌کنیم. شماره 10 جنگل‌های فسیلی. یکی از بزرگترین کشفیات در جنوبگان پیدا شدن جنگل‌های فسیلیه که قدمتشون برمیگرده به دوره ژوراسیک، یعنی حدود 140 میلیون سال پیش. این فسیل‌ها توی رشته‌های ترنس آنتارکتیک پیدا شدن و نشون میده زمانی اونجا آب و هوای گرم و مرطوب داشته. کشف این جنگل‌ها نشون میده جنوبگان یه زمانی خیلی گرمتر بوده و تغییرات اقلیمی چقدر میتونن بزرگ و مهم باشن. این فسیل‌ها برای اولین بار توسط یک گروه دانشمند آمریکایی در سال 1990 میلادی پیدا شد. اونا بقایای یه جنگل رو زیر یخ پیدا کردن که میلیون‌ها سال اونجا مدفون بوده. فسیل‌ها شامل تنه درخت‌ها، شاخه‌ها، برگ‌ها و حتی سرخس‌ها و گیاهای دیگه است. به نظر میاد این جنگل ترکیبی از درخت‌های مخروطی، سرخس و گیاهای گلدار بوده، چیزی شبیه جنگل‌های امروزی مناطق معتدل. شماره 9 شهاب سنگ‌ها. یکی دیگه از کشف‌های مهم تو جنوبگان پیدا شدن تعداد زیادی شهاب سنگه. به خاطر اینکه سطح زمینش یخ زده است، شهاب سنگ‌ها وقتی میافتن اونجا سالم میمونن و خراب نمیشن. دانشمندا تونستن از این طریق کلی نمونه جمع کنن که گفته میشه از کمربند شهابی بین مریخ و مشتری اومدن. این شهاب سنگ‌ها اطلاعات خیلی مهمی درباره پیدایش منظومه شمسی در اختیار ما گذاشتن. یخ و سرما باعث میشن این سنگ‌ها خوب حفظ بشن و چون جنوبگان خیلی وسیعه، دانشمندا راحت‌تر میتونن پیداشون کنن و بررسیشون کنن. از طریق این بررسی ها میتونن بفهمن ترکیب این شهاب سنگ ها چیه و از کجا آمدن و چند سالشونه. شماره 8 فسیل نهنگ ها. پیدا شدن فسیل نهنگ تو جنوبگان نشون میده این منطقه یه تاریخ خیلی غنی داشته. این فسیل ها حدود 23 میلیون سال قدمت دارن و به دوران میوسن اولیه برمیگردن. اون زمان آبهای اطراف جنوبگان خیلی گرمتر بودن و این نهنگ‌ها اونجا زندگی می‌کردن. این کشف باعث شد دانشمندها بیشتر در مورد چگونگی تکامل نهنگ‌ها و مسیر مهاجرتشون بدونن. پیدا شدن این فسیل‌ها نشونه‌ای از اینه که قبلا یه عالمه موجود دریایی اطراف جنوبگان زندگی می‌کردن. کشف این فسیل‌ها باعث شد روند تکامل و مهاجرت نهنگ‌ها بهتر درک بشه و اطلاعات خیلی مهمی درباره گذشته اونها به دست بیاد. چیزی که دانشمندها توی جنوبگان پیدا کردن همه دنیا رو شگفت زده کرد. حتما با ما همراه باش و تا آخر این لیست رو ببین تا با آخرین کشف عجیب آشنا بشی. شماره 7 ویژگی‌های یخچالی باستانی. آب و هوای سخت و شدید جنوبگان باعث شده اطلاعات زیادی از فعالیت‌های یخچالی حفظ بشه. دانشمندها تونستن کلی نشونه قدیمی از یخچال‌های طبیعی پیدا کنن. از مورون‌ها یا همون سنگ‌هایی که یخچال‌ها رو جابجا کردن گرفته تا دره‌های یخچالی. این نشونه‌ها بهمون کمک می‌کنن بفهمیم زمین توی میلیون‌ها سال گذشته چه تغییرات آب و هوایی داشته. بررسی این آثار یخچالی نشون میده که یخچال‌ها چطور حرکت کردن، زمین رو شکل دادن و چه تأثیری روی محیط گذاشتن و این اطلاعات درباره اون منطقه بسیار مهمه. شماره 6 ساختارهای مرموز. پیدا شدن ساختارهای عجیب و ناشناخته توی جنوبگان توجه خیلی از باستانشناسا و تاریخدانها رو جلب کرده. این ساختارها احتمالاً بقایای سکونتگاه‌های قدیمی انسان‌ها هستند که نشون میده شاید هزاران سال پیش آدم‌ها توی این منطقه زندگی می‌کردن. هنوز دقیق مشخص نیست این سازه‌ها چه کارایی داشتن یا مال کی بودن. بعضیا میگن اینجا محل زندگی بوده، بعضیای دیگه فکر میکنن ممکنه جای مراسم مذهبی یا فرهنگی بوده باشه. با اینکه هنوز اطلاعات قطعی دربارش نیست، این کشف کلی حدس و گمان به وجود آورده و هنوزم موضوع تحقیق و بررسیه. شماره 5 دی ان ای 1 میلیون ساله. پژوهشگرها موقع نمونه برداری معمولی از کف دریای اسکوشیا یک کشف اتفاقی کردند.
دی ان ای میکروارگانیسم هایی که بعضیاشون حدود 1 میلیون سال قدمت دارن. این ماده ژنتیکی باستانی از عمق 178 متری زیر کف دریا بیرون کشیده شده و مربوط به بازه‌ای بین 1 میلیون تا 540 هزار سال پیشه. دانشمندها هنوز مطمئن نیستن دقیقاً این دی ان ای ها مال چه موجوداتی هستن، ولی جدیدترین نمونه ها احتمالاً از گروهی جلبک به اسم دیاتوم ها میان. این دیاتوم ها توی یه دوره خیلی گرم از تاریخ زمین زندگی میکردن و ممکنه سرنخهایی بهمون بدن که بدونیم اقیانوس های جنوبگان چطور به تغییرات اقلیمی ناشی از انسان واکنش نشون میدن. شماره 4 تخم غول‌پیکر، جزیره سیمور، جنوبگان، سال 2020. باستانشناسا برای تحقیق به این جزیره رفتن و چیزی که اونجا پیدا کردن واقعا شگفت انگیز بود. اونا یه تخم فسیل شده غول‌پیکر کشف کردن که جزء عجیب ترین چیزاییه که تا حالا تو این منطقه یخی پیدا شده. اندازه این تخم تقریبا به بزرگی یه توپ فوتبال آمریکایی له شده بود و قدمتش هم به حدود 66 میلیون سال پیش برمیگرده. این تخم نه تنها اولین تخمی بود که توی جنوبگان پیدا شد، بلکه دومین تخم بزرگیه که تا حالا دانشمندا کشفش کردن. فقط یه تخم بزرگتر از این وجود داشته که مال پرنده فیل منقرض شده ماداگاسکار بوده. حالا دانشمندها باور دارن این تخم فسیل شده احتمالاً مال یه مار یا خزنده دریایی غول‌پیکر بوده که در کنار دایناسورها زندگی می‌کرده. اسم این تخم عجیب رو گذاشتن The Thing، یعنی چیزه، و الان توی موزه توی شیلی نگهداری میشه. این چیزه بزرگترین تخم پوست نرمیه که تا حالا روی زمین پیدا شده و فقط میتونیم تصور کنیم اون موجودی که این تخم رو گذاشته چقدر ترسناک و عظیم بوده. این کشف منحصر به فرد توی جنوبگان یه دید جدید و باور نکردنی از دنیای میلیون ها سال پیش بهمون داده و بدون شک یکی از عجیب ترین کشف هایی بوده که تا حالا توی اونجا انجام شده. شماره 3 حیوانات ماقبل تاریخ. جنوبگان به خاطر داشتن بعضی از بهترین و سالمترین فسیل‌های حیوانات ماقبل تاریخ معروفه، مثل دایناسورها، پستانداران و خزنده‌هایی که میلیون‌ها سال پیش زندگی می‌کردن. این فسیل‌ها کمک می‌کنن بفهمیم تنوع حیات روی این قاره چقدر زیاد بوده و چطور موجودات روی زمین تکامل پیدا کردن. یکی از مهمترین فسیل‌هایی که توی جنوبگان کشف شده، فسیل یک خزنده دریایی غول‌پیکر به اسم پولیزیزور. این فسیل‌ها اوایل قرن 20 پیدا شدن و نشون میدن که اون موقع‌ها یک اکوسیستم دریایی خیلی متنوع و پرجنب و جوش توی این منطقه وجود داشته. این کشفیات باعث میشن درک بهتری از روند تکامل موجودات دریایی داشته باشیم و پازل‌های گم شده تاریخ زمین رو تکمیل کنیم. شماره 2 رودخانه‌های دفن شده. پژوهشگرها یه دریاچه مخفی به اندازه یه شهر زیر یخ‌های قطبی جنوب شرقی پیدا کردن. اسم این دریاچه رو گذاشتن دریاچه عقاب برفی. سطح این دریاچه حدود 143 مایل مربع وسعت داره و توی یه دره خیلی عمیق زیر 2 مایل یخ پنهان شده. این تیم بعد از 3 سال تحقیق هوایی با رادارها و حسگرهای خاص که تغییرات خیلی کوچیک در جاذبه زمین رو اندازه‌گیری میکنن تونست این دریاچه رو کشف کنه. دانشمندها فکر میکنن ته این دریاچه ممکنه رسوبات رودخانه‌ای باشه که 34 میلیون سال قدمت دارن، یعنی از خود یخ‌های قطب هم قدیمی‌ترن. این کشف بهمون کمک میکنه بفهمیم قبل از اینکه جنوبگان یخ بزنه اوضاعش چطوری بوده. علاوه بر این دانشمندها نشونه‌هایی از رودخانه‌هایی پیدا کردن که یه زمانی توی جنوبگان جریان داشتن و زمین اونجا رو شکل دادن. این اطلاعات بهمون کمک میکنه تا گذشته اقلیمی جنوبگان و تاثیر آب روی شکلگیری زمین اون منطقه رو بهتر درک بکنیم. بررسی این رودخانه‌ها بخشی از تاریخ قاره رو روشن میکنه و نشون میده که این منطقه چه تغییراتی کرده و چطوری به وضعیت امروزیش رسیده و این اطلاعات بسیار جالب و جذابه. شماره 1 میلیون ها لانه ماهی. دانشمندهایی که سوار یک کشتی یخشکن بودن واقعا شوکه شدن وقتی تونستن یه منطقه پر از لانه های ماهی یخی رو کف دریای ودل پیدا کنن. اونا به صورت اتفاقی با کمک دوربینی که کف دریا رو نشون میداد حدود 60 میلیون لانه ماهی یخی رو دیدن که همه جا پخش بودن. این کشف وقتی اتفاق افتاد که تیم علمی در اصل برای تحقیق روی نهنگ‌ها اونجا بودن، اما به یک کشف عجیب و عظیم رسیدن. لونه‌ها حدود 25 سانتی متر با هم فاصله داشتن و در مجموع یه محدوده حدود 240 کیلومتر مربعی رو پوشونده بودن. توی هر لونه معمولا یه جفت ماهی وایساده بودن و توی هر لونه به صورت میانگین حدود 1700 تا تخم وجود داشت.
توی اون منطقه کلی جسد ماهی یخی هم دیده شده که نشون میده این کلونی عظیم از ماهی‌ها یه بخش خیلی مهم از اکوسیستم محلی و احتمالاً غذای اصلی برای خوک‌های دریای ودل محسوب میشن. مرسی که تا اینجا همراهمون بودی و اگه دوست داشتی ویدیوهای دیگه کانال رو هم ببینی و کانال رو دنبال کنی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.